سر به همین خاطر میگن اون رحمت الهیه، رحمت خداوندی در خاندان، رحمت خداوند در خاندان. پدری میگه بیمار شده بود میگه همسرش حکایت میکنه، میگه دختره که داشتیم صنف چهارم میخوان، میگه دخترک من میگه پدرش بیمار شد، میگه بیماری که فلج، میگه دیگر پاهاش کار نمیکرد، میگه با همون کرسی شیشته بود، میگه در باغمون گل داشته. دخترک میگه هر هفته میگه معلمش رو میگه گل میبرد، یک دسته گل میبرد. میگه روز دید میگه که من بعضی دعاها رو میگه کتابت دارم، در یک ورقی نوشته ایستم، میگه یک دفتری ده نوشته ایستم که همین دعاها رو بخونم زیادتر تکرار کنم. میگه دخترکم دید چهارم خان گفت مادر جان چی بنویسی؟ به کی مکتوب نوشتیستی؟ من میگم تو مکتوب بنویسی؟ گفتم میگه بله به خداوند. میگم که گفتم مکتوب بنویسم، همین دعا به خدا طلب کردن مکتوب کردن. میگه گفت به خداوند مکتوب به همون منو میخونه؟ گفتم میگه بله میخونه. میگه دیگر خونش میدرومد هر روز میگه مکتوب بنویس. میامدم بالای سرش میگم مادر جان تو برو نمادی که مکتوب بخونم، شم نخون مکتوب برم، من که به خدا مکتوب بنویسم به خداوند. دیگه زاو کمک دیدم گفت میداد براش میگم میرفتم. یک روز میگه آمد صبح بر وقت، میگه نزد پدر و اشکاش ریخت، میگه گفت پدر جان دوگانه ها هر روز پدراشون میبرن تا مدرسه میرسن تا مکتب، خیلی خوب میشه که مرا از دستم بگیری مدرسه بری. میگه پدرم گفت ان شاء الله دختر جان خفه نباش، زیغ نباش، ان شاء الله تو میبرم من ترا، ان شاء الله که من صحت میشم میخیزم میبرم ترا. میگه رفت، میگه دستهای گل شگیری روز گلبریش بود، میگه گرفت رفت، میگه مکتب یک چند مدتی گذشت، میگه ساعتی گذشت، میگه تلفن من میگه زنگ زد. وقتی تلفن رو بینم میگه معلمش تلفن کرده، میگه تلفن جواب دادم که صدای معلم بسیار میگه غمگین برآمد. گفت دختره که شما آمد، گفت از هم برندی از بالای زینه ها، گفت وقتی دسته گلش آورد گفت به همون معلمه ها همش تقسیم کرد و از همون برندی از اون زینه های بالا افتاد جان به جان سپارید. بیاین برید. میگه بسیار غمگین، میگه رفتم، میگه آوردم جسد دخترک من آوردم، میگه دفن کردیم او را، دیگر همون خانهش درآمده نمیتونستم. روزی میگه خواستم خانه رو تازه کنم، میگه خواستم درآمدم، وقتی خانهش تازه کردن میگه به خاطرم آمد که مکتوب مینویست. گفتم کی بگم چی مکتوب نوشته باشه؟ میگه در یک مکتوب گوش نوشته که پروردگار همه گلای باغ ما رو چی زیاد کن که ما برام همه معلمه ها هر هفته گل تقسیم کنم. واقعا میگه شما هر یک مکتوب چه میگه تاریخ میمونده. میگه واقعا بعد همون چیز در این باغ ما گل چنان زیاد شده بود که هر هفته دسته میبرد، میگه معلم هاشو تقسیم میکرد. و میگه مکتوب دیگر خواند و میگه که پروردگار خدایا همین محمدی خاله باشم بسیار تنبله در مکتب فقط دو میگیره و سینفش میغلط، همه او رو سل میکردن، خدایا ذهنی هم رو تیز بگردان که از همه پیش باشه در مکتب. میگه واقعا به همین دعا میگه همون پسری خواهر رو میگه همون پسری خالش میگه از بهترین ها طلبه های مکتب شد، میگه بسیار ذهنی خوب شد. همین تمام مکتوباش میگه یک ورق میزد و میخوند و میگه تمام خواسته هاش میگه به جا آمده بود. دیدم میگه درباره پدرش یگان مکتوبی نیست. گفتم چرا درباره پدرش ننوشته؟ همه در حق مکتوب نوشته و به خداوند دعا کنه، لیکن درباره پدرش چیزی نیست. میگه خانه رو تازه کردم و در پوشیدم برآمدم، شب بود، میگه که یک ترقل شد، میگه ترسیدم برآمدم، میگه آمدم، میگه در خانه‌اش کشادم، سویچ گیرام کردم، میگه کی میگه در همین طرف قبله میگه یک صورت کعبه میگه پرترید کردگی کشال بود در همون خانه خوابش، میگه همون غلطیده شکسته، میگه همون تریزه میگه کشاده بوده، من فراموش کردم تریزه رو پوشم، میگه شمال کتی غلطیده شکسته. دیدم میگه در پشت پرترید میگه ورقه گاجا کردگی پیچونده، رفتم میگه همون ورقه گرفتم و کشادم، میگه در همون مکتوبش نوشته پروردگارا پدری من بیماره، مادرم بی پدرم هیچ کار کرده نمیتونه، خدایا من دیده ایستم که تمام دکترها تبابت کردن پدری من خوب نشد، من گمان میکنم که تو روح پدری من میگیری، جان پدری من میگیری، پروردگارا از تو خواهش دارم بیا جانی من بگیر و پدری من صحت کن، یا جانی من بگیر
پدری من صحت کن. بینو میگه همون تاریخی که میگه، همون تاریخی که او چی وفات کرده بود. واقعا میگه بعد همین مکتوب که او از عالم گذشت پدر صحت شد و خیس. ببین دعای دختر که به همین خاطر میگن دختر چی رحمت الهی است.